این داستان درباره مردیه که همیشه فکر میکرد شبگردهای دشت فقط حیوانن، اما یک شب فهمید بعضی چیزها دنبال نور نمیان، دنبال اسم آدم ها میان. سلام، من علی هستم از کانال آقای وحشت. امشب تجربه واقعی یکی از بچه های روستای غرب ایران رو براتون تعریف میکنم. اسمش دیاره. میگفت شبی که همه چیز شروع شد فقط صدا نبود که دنبالش میکرد، خودش رو هم با اسم صدا میزدن. دیار میگفت روستای ما شبها سکوت خاصی داره، سکوتی که طبیعی نیست، سکوتی که انگار گوش میده. بیست و 3 سالش بود. هر شب کله را از دشت برمیگردوند و مجبور بود از کنار طویله متروکه رد بشه، جایی که همه بهش میگفتن گریوان. همه میگفتن شبها از گریوان صدا میاد. هیچ کس سمتش نمیرفت، اما دیار باور نمیکرد. تا اون شب سرد، وقتی نزدیک گریوان شد، کله ناگهان ایستاد. هیچ حیوانی جلو نمیرفت. بادی از داخل خرابه بیرون می اومد. بوی خاک خیس میداد در حالی که بارونی نباریده بود. بعد صدای کشیده شدن چیزی روی زمین اومد. آروم، طولانی، انگار چیزی داشت جلو می اومد. باز داخل خرابه صدای پچ پچ بلند شد. نه شبیه حرف، نه شبیه حیوان، چیزی بین هر دو. یکی از گوسفندها مستقیم به نقطه خالی کنار پای دیار خیره شده بود، انگار که کسی اونجا ایستاده بود. دیار گله رو به عقب برد. ناگهان صدای اسمش رو گفت، خیلی آروم، خیلی نزدیک. دیار. دیار یخ زد. بعد شروع کرد راه رفتن. بعد دوید، اما صدا پشت سرش می اومد. دیار نرو. اون شب خوابش نبرد. وقتی چراغ رو خاموش کرد، پشت در اتاقش صدای خراشیدن شنید. خیلی آروم، خیلی طولانی. چراغ رو روشن کرد. صدا قطع شد، اما سایه‌ای بلند از گوشه اتاق عقب رفت. سایه‌ای بی صورت. صبح یکی از پیرمردها پرسید دیشب کنار گریوان رد شدی؟ بعد گفت وقتی اسمت رو صدا میزنن یعنی تو بیننده شدی. اما اشتباه دیار این بود که فکر کرد با برگشتن به روستا همه چیز تموم شده، در حالی که اون شب چیزی همراهش برگشته بود. شب دوم هنوز تاریک نشده بود که دوباره صداش زدن، این بار از دو طرف. اون رو گرفت سمت خرابه. سایه ایستاده بود، بلند، صاف، بدون صورت و بدون سایه. پچ بلندتر شدن. بعد یه چیز کوتاه اومد. نه زن بود، نه مرد، نه حیوان، چیزی بین همشون بود. گله فرار کرد. دیار هم پشت سرشون دوید. میگفت تا وارد روستا نشد حتی جرئت نکرد پشت سرشون نگاه کنه. پیرمردها جمع شدن و گفتیم نزدیک گریوان نرو، اونجا برای ما نیست، برای اوناست. دیار میگفت فهمیده بود چیزی که دیده اصلا از دنیا نبوده، چیزی بود که نور رو میبرید،
نه اینکه روش بیفته. همون شب تصمیم گرفت روستا رو ترک کنه. میخواست دور بشه. فکر میکرد با فاصله گرفتن همه چیز تمام میشه. صبح زود جاده خاکی خلوت بود. هیچ باد و صدایی نبود. چند قدم رفت و حس کرد سبک شده. اما فقط چند قدم جلوتر حس کرد چیزی پشت سرش خم شد. نه صدا، فقط حس وصول، سنگین و سرد. نور خورشید روی خاک افتاد. دیار خواست ادامه بده، اما چشمش افتاد به سایه روی زمین. سایه خودش اونجا بود، اما کنار اون سایه یک نفر دیگه هم حرکت میکرد. کسی پشت سرش نبود، اما سایه دوم دقیقا با قدم های دیار هماهنگ بود. و میگفت از اون روز سایم همیشه طولانی‌تر از بقیه است. وقتی تنها باشم سایم دوتا میشه. گفت هیچ وقت پشت سرش رو نگاه نمی کنن. میترسید ببینه اون چیزی که سایه داره اصلا شبیه انسان نیست. از اون روز دیار هیچ وقت نزدیک گریبان نرفت، حتی از دور. میگفت اونجا چیزی منتظر آدم هست، نه حیوان ها. مردم روستا میگفتن باورهاشون درباره گریبان اشتباه نبوده. میگفتن بعضی جاها برای انسان ساخته نشده. میگفتن اونها وقتی کسی رو صدا میزنن یعنی اون شخص رو انتخاب کردن. دیار هم یکی از اون انتخاب ها بود و اون سایه دوم نشونه ای بود که هیچ وقت ازش جدا نشد. میگفت شبها وقتی چراغ‌ها رو خاموش میکنه پشت سرش به دیوار نگاه نمیکنه، چون میترسه ببینه سایه هاش چند تا شدن. بعضی شبها میگه حس میکنه که کسی پشت گردنش نفس میکشه، اما وقتی چراغ رو روشن میکنه اتاق خالیه. دیار آخرین بار که صدا رو شنید توی خواب نبود، بیدار بود و صدا گفت دیار ما هنوز باهات کار داریم. همه چیز از همون شب کنار گریبان شروع شد. وقتی چیزی که سایه نداشت برای اولین بار اسمش رو صدا زد. تو چی فکر میکنی؟ دیار با یه جن روبرو شد یا موجودی قدیمی در از سایه ها؟ نظرت رو تو کامنت ها بنویس و برای داستان های بیشتر کانال آقای وحشت رو سابسکرایب کن.